الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. السلام عليكم دوستان عزیز و ارجمند. سوره فاتحه در میان سوره های قرآن ویژگی های مخصوص دارد. این سوره همچون مقدمه قرآن است که در خود همه معناهای کلام عظیم را در بر گرفته است. در سوره فاتحه موضوع توحید و یگانگی خداوند عزوجل و این چنین ثنا بر او تعالی درج گردیده است. آنگونه که در این سوره اثبات روز حشر، روز حساب است. در این سوره امر به عبادت است و اینکه عبادت را باید خالصانه انجام داده شود. این چنین در این سوره اعتراف به عجز و به ضعف از جانب بنده و این چنین کمک خواستن از خداوند عزوجل نیز وارد شده ذکر گردیده است. آنگونه که در این سوره راه سعادت را خداوند عزوجل بیان نموده، از راه شقاوت، از راه بدبختی و بدبختان هشدار داده است. بدین خاطر است که مفسران میگویند این سوره همچون مقدمه فراگیری همه معنای قرآن عظیم الشأن است. در فضیلت و بزرگی این سوره احادیث زیادی وارد شده. از جمله حدیثی که آن را امام بخاری و امام مسلم روایت کردند از ابو سعید بن المعلا که میگوید این صحابی بزرگوار، من مسجد بودم که پیامبر صلی الله علیه و سلم به من گفتند لو علمنك سوره هي اعظم السور في القرآن، من به تو سوره را خبر خواهم داد که بزرگترین سوره قرآن است. پیش از این که از مسجد برایی، من برای تو این معلومات مهم را، این معلومات خوب را برایت خواهم گفت. این صحابی بزرگوار تشنه علم و دانش قرآنی میگوید فلما اراد ان یخرج قلت له الم تقل لو علمنك سوره هي اعظم السور في القرآن. میگوید وقتا پیامبر صلی الله علیه و سلم خواستند از مسجد برایند و ایشان گفتم ای فرستاده خدا، شما گفته بودید، شما وعده کرده بودید که برای من بزرگترین سوره قرآن کدام است را یاد میدهید. یادرس کردن، خاطررسان کردن به پیامبر صلی الله علیه و سلم. فرستاده خدا صلی الله علیه و سلم اینجا به این شاگردشان، به این صحابی بزرگوار گفتند قال الحمد لله رب العالمین. بزرگترین سوره قرآن این سوره فاتحه است. و سوره فاتحه دوستان گرامی از اینکه شرافت و عظمت بزرگ دارد و قرآن همهش بزرگ است البته، اما این سوره به ویژه خصوصیت های والا دارد. همه معنای قرآن را در خود در بر گرفته، از بزرگی معانی و از وسعت دلالت آن یک چند نام دارد. وقتی چیزی بزرگ می شود البته نام های گوناگون در خود دارد که هر یک نام آن یک جانبی از شرافت و عظمت آن را افاده می کند. بنابراین اینجا با نام های این سوره بیایید آشنا شویم. نام اول این سوره فاتحه الکتاب است. این مشهورترین نام سوره الحمد است. چرا فاتحه الکتاب میگویند؟ چون که آغاز قرآن است. قرآن به این سوره آغاز مییابد، بنابراین فاتحه الکتاب نامیده شده. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم این سوره را به این نام نامبر کردند. در حدیث صحیح که آن را امام مسلم روایت کردند، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند من صلى صلاة لم يقرأ بفاتحه الكتاب فهي خداج. هر که نماز خواند و فاتحه الکتاب در آن نخواند، این سوره الحمد نخواند، نمازش ناقص است. این چنین در حدیث دیگری که آن را امام بیهقی و امام طبری نیز روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند هی ام القرآن و هی فاتحه الکتاب. این سوره نامش فاتحه الکتاب است. یعنی نام دیگری این سوره ام الکتاب و ام القرآن، این نام دوم، نام سومش ام الکتاب و ام القرآن است. عرب اصل هر چیزی را به کلمه تعبیر می کند. ام القوم یعنی رئیس آنها، از همه بزرگ آنها، و اصل هر چیزی را نیز میگویند. از بس که سوره فاتحه اصل قرآن است، همه معنای قرآن در ضمن او هست و بزرگترین است، اساسترین سوره قرآن است. ام القرآن و ام الکتاب نامیده شده است. در حدیثی که آن را امام ابو داود روایت کرده است، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودند الحمد لله رب العالمین ام القرآن. الحمد لله رب العالمین یعنی این سوره نام دیگرش ام القرآن است. نام چهارم این سوره سبع المثانی است.
یعنی 7 آیه تکراری، به خاطر که 7 آیه دارد و تکرار می شود به این نام نامبر شده و این نام در قرآن ذکر شده. خداوند عزوجل فرموده ولقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم، همانا ما بر تو 7 المثانی عطا کردیم، دادیم، بخشیدیم این چنین قرآن عظیم. از حضرت علی و ابن مسعود و ابن عباس از این مفسران صحابه روایت شده که منظور 7 المثانی در این آیت سوره فاتحه است. نام دیگری این سوره القرآن العظیم است، یعنی به نام خود کلام الله تعبیر می شود، نامیده شده. پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث ابو داود گفتن هی القرآن هی 7 المثانی و هی القرآن العظیم. نام ششم سوره فاتحه دوستان گرامی سوره الحمد است. سوره حمد، سوره شکر، سوره ثنا خواندن بر خداوند عزوجل، به خاطری که در آغاز این سوره اولین کلمه این سوره کلمه حمد و ستایش خداوند عزوجل است. به این نام امامان زمخشری، نصفی، بیضایی و قرطبی و ابن کثیر این سوره را نامبر کردند، سوره الحمد. بله. نام دیگری این سوره سوره الصلاة است، سوره نماز. سوره الصلاة چرا؟ چون که خواندنش در نماز یا فرض و یا واجب است. بنابر گوناگون نظری که میان فقها هست، عده از فقها خواندن فاتحه را فرض گفتند و عده دیگری واجب گفتند. بنابراین از بس که نماز بدون فاتحه یا اصلا جایز نمی شود و یا ناقص می ماند، سوره الصلاة سوره نماز نامیده شده. و این نام در حدیث مبارکه که معروف است آمده، حدیث قدسی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم از خداوند نقل کرده که او تعالی عزوجل فرموده قسمت الصلاة بینی و بین عبدی، که منظور صلات اینجا سوره فاتحه است که خداوند میگه من فاتحه را با بندم دو تقسیم کردم که نصفش نیایش و دعا و ثنای خداوند عزوجل است که از زبان بنده صادر می شود و نصف دیگرش دعا و مسئلت و پرسش بنده است که از خداوند می پرسد. نام دیگری این سوره مبارکه سوره الشفا و یا الشافی است، یعنی سوره شفا بخش. بله. نام دیگری که به این نام مانند سوره الرقیه، سوره رقیه خوانی. حدیث مبارک معروف است که ابو سعید خدری با جمع از صحابگان به جای می گذشتند که از آنان کسی را کژدم گزیده بود و میخواستند کسی برایش رقیه خوانی کند. ابو سعید خدری برایش سوره فاتحه خواندند که صحت شدند. سوره الرقیه گفته می شود برای بیمارانی که به بیماری روحی گرفتار می شوند. البته این سوره شفاست و دواست. نام دیگری سوره الحمد این سوره الاساس است، سوره اساس یعنی ستون و یا زیر بنا، زیر دیوار، چون که همه معنای قرآن در اون است و بقیه قرآن مثل که تفصیل و شرح همین سوره است که اساس قرآن اینجاست. یعنی در سوره فاتحه به طور مختصر و فشرده همه معانی قرآن درج گردیده. نام دیگری این سوره بینندگان گرامی سوره الوافیه است. الوافیه یعنی چیزی شامل و فراگیر را میگویند. این نام نیز به این اعتبار که ذکر کرده شد به خاطر فرا گرفتنش همه معانی قرآن را به این نام نامگذاری شده. نام دیگری سوره فاتحه سوره الکنز است، سوره گنج. مثل که این سوره هر کلمهش، هر حرفش گنج است که در آن پر از اجر و ثواب و پر از شفا و پر از معانی و پر از حکمت است. نام دیگری سوره فاتحه که امام رازی و امام ابو سعود و امام علوسی این نام را ذکر کردند سوره الشکر است، سوره شکر، چون که بنده به خواندن این سوره خداوند عزوجل را شکر و سپاس و ستایش میگوید. نام دیگرش که امام سیوطی ذکر کرده در اتقان سوره المناجاه، سوره مناجات گفتن با خالق عزوجل، سوره نیایش کردن با خداوند متعال. نام دیگری که آن را امام بیضایی و امام فخرالرازی و بقائی ذکر کردند سوره الدعا، سوره فاتحه سوره دعا نیز گفته می شود، چون که در این سوره در آیه آخر آن دعایی هست از بهترین دعاها، بزرگترین دعاها، اهدنا الصراط المستقیم، که از هدایت به راه مستقیم دیده بزرگتر چیزی نیست که بنده از خداوند بپرسد. در این سوره این دعای زیبا و این دعای مهم
درج گردیده، بنابراین سورة الدعا نیز گفته می شود. این چنین سوره فاتحه را سورة النور نامیده شده، سوره نور. و سورة التفویض یعنی سوره روانه ساختن کار و تدبیر به خداوند عزوجل، سوره سپردن همه کار به خداوند، تسلیم شدن به او تعالی. ایاک نعبد و ایاک نستعین. این چنین سوره سؤال هم نامیده شده، چون که در این سوره سؤال است، طلب از خداوند عزوجل است. این همه نام ها دلالت بر شرافت و عظمت و بلندی مقام این سوره می کند که بنده می باید با این سوره خیلی علاقمندی زیاد داشته باشد، در شب و روزش این سوره را زیاد تکرار کند، در نمازها و بعد از نمازها و عموما در هر لحظه های شب و روزش با این سوره عمر بسر برد، با این سوره زندگی خود را معطر و خوشبو و پرنور سازد.